اون شب تنها توی ساختمون شرکت گیر کرده بودم. همه رفته بودن و فقط من مونده بودم تا کار شرکت رو تموم کنم. وقتی خواستم برگردم آسانسور صدا کرد و در که باز شد حس کردم پیش از حد زالیش، اما باز وارد شدم که نباید می شدم. همیشه ساختمون فقط 10 طبقه داشت، اما کنار دکمه یه دکمه جدید اضافه شده بود. روش نوشته بود B13. خوشگم زد. هیچ وقت این طبقه نداشتیم. کنجکاو شدم و زدمش. آسانسور شروع کرد پره کرد، ولی برعکس به جای بالا رفتن یا پایین اومدن انگاری داشت میلرزید. بعد از چند ثانیه آسانسور ایستاد. در باز شد. راهروی تاریکی بود، راهرویی که دیوارش پر از رد دست خون‌آلود بود. یه باد سرد که از داخل اومد. صدای پا شنیدم اما هیچ کس دیده نمیشد. ناخودآگاه یک قدم گذاشتم بیرون. اون لحظه آسانسور با صدای شدیدی بسته شد. من توی اون راه رو نفته شده تنها مونده بودم. نورهای مهتابی بالا سرم شروع کرد به چشمک زدن. از ته راه روی در فلزی دیدم. روی اون در با خون نوشته شده بود خوش اومده به طبقه آخر. همونجا بود که صدای نفس کشیدم پشت سرم پیچید. آروم سرم برگردوند اما چیزی ندیدم. فقط آسانسور رفته بود و من هنوز توی اون طبقه. اگه از این دست ویدیو خوشتون میاد خوشم کنار من حساب کنید. خداحافظ.